به نام خدا. سلام و وقت بخیر خدمت مخاطبین محترم. در ادامه جلسات مربوط به مباحث تکمیلی کنترل کننده، این جلسه می‌خوایم بپردازیم به شبیه سازی کنترل پیش بین مدل برای مبدل باک. بلوک‌های سمت چپ مربوط هستند به ساب سیستم مدار قدرت و ساب سیستم کنترل کننده API. بلوک‌های سمت راست رو به مرور توی این جلسه بهش می‌پردازیم و معرفیشون. ابتدا برای طراحی کنترل پیش بین مدل نیاز هست که مدل سیستم رو به دست بیاریم. به این منظور از معادلات حالت سیستم استفاده می‌کنیم که این معادلات حالت مربوط هستن به مدل میانگین سیستم. برای اینکه با مدل میانگین بیشتر آشنا بشید نیاز هست که به کتاب صدیق پاشا مراجعه کنید که جلسه قبل هم معرفی شد. دو تا متغیر جریان صفر و ولتاژ خروجی رو به عنوان متغیرهای حالت سیستم تعریف می‌کنیم و با استفاده از دستور ایکویشن تو ماتریکس ماتریس حالت و ماتریس ورودی رو به دست میاریم. ماتریس A و B که اینجا به دست اومده به صورت سیمبل هستن. اگر بخوایم این دو تا ماتریس رو به صورت عددی داشته باشیم نیاز هست که از دستور دابل استفاده کنیم. با به دست اومدن ماتریس A و B فضای حالت سیستم رو به دست آوردیم، اما این فضای حالت کانتینیوس هست و برای اینکه دیسکریتش کنیم نیاز داریم که از روش‌هایی که جلسه قبل خدمتتون ارائه دادم استفاده کنیم. با توجه به اینکه اینجا ولتاژ ورودی ثابت فرض شده، معادلات حالت سیستم خطی هستند، پس میتونیم با استفاده از روش گسسته سازی اویلر برای دیسکریت کردن سیستم استفاده کنیم. مرجعی که جلسه قبل برای دیسکریت کردن معرفی شد کتاب دیجیتال کنترل اپلیکیشنز ایلوستریتد وید مطلب هست و برای محاسبه ماتریس A و B از تقریب تیلور استفاده میشه که اینجا ما از سه جمله اول استفاده کردیم. دستوری هم که اینجا نوشته شده برای ماتریس A سه جمله اول هست و برای ماتریس B هم همون سه جمله اول رو در نظر گرفتیم. تا اینجا ماتریس حالت و ماتریس ورودی برای سیستم دیسکریت محاسبه شدن و نوبت شبیه سازیشون میرسه. برای شبیه سازی کنترل کننده PI دیسکریت شده از ساب سیستم، تریگر و پالس ژنراتور استفاده کردیم. اینجا هم برای شبیه سازی مدل دیسکریت شده از ساب سیستم، تریگر و پالس ژنراتور استفاده می‌کنیم. داخل این ساب سیستم یک مطلب فانکشن هست که ورودی‌های این مطلب فانکشن متغیرهای حالت و ورودی کنترلی یا همون دیوتی سایکل هستن. خروجی کنترل کننده رو هم متغیرهای حالت برای گام کای به علاوه یک تعریف کردیم. برای محاسبه خروجی مطلب فانکشن از ماتریس حالت دیسکریت شده و ماتریس ورودی دیسکریت شده استفاده می‌کنیم. همچنین متغیرهای حالت گام کا به عنوان ورودی تعریف شدن که توی خط 11 برای محاسبه خروجی ازشون استفاده میشه و ورودی یا همون دیوتی سایکل خروجی کنترل کننده PI تعریف شده. چرا که توی این شبیه سازی می‌خوایم بین خروجی مدار شبیه سازی شده و مدل دیسکریت شده یک مقایسه رو انجام بدیم. برای مقایسه بین خروجی‌های مدار شبیه سازی شده و مدل دیسکریت شده، ولتاژ خازن در مدار شبیه سازی شده و مدل دیسکریت شده رو با همدیگه و همچنین جریان سلف و جریان مدل دیسکریت شده رو با همدیگه داخل این اسکوپ نشون دادیم. نمودارهای زرد رنگی که مشاهده می‌کنید مربوط هستن به ولتاژ خازن و جریان سلف برای مدار شبیه سازی شده و نمودارهای آبی رنگ هم مربوط هستن به مدل دیسکریت شده. همونطور که مشاهده می‌کنید تقریباً خروجی مدل دیسکریت شده منطبق هست بر خروجی مدار شبیه سازی شده. بعد از اینکه از دقت مدل دیسکریت شده مطمئن شدیم، نوبت طراحی کنترل کننده میرسه که خب داخل همین بلوکی که مربوط هست به مدل دیسکریت میتونیم کنترل کننده پیش بین مدل رو هم محاسبه کنیم. برای اینکه ورودی کنترلی یا همون خروجی کنترل پیش بین مدل رو محاسبه کنیم نیاز هست که یک تابع هزینه طراحی کنیم و این تابع هزینه‌ای که اینجا تعریف شده ساده‌ترین حالتی هستش که من انتخاب کردم و اون هم خطای ردیابی ولتاژ خروجی هست. داخل یک حلقه فرم میایم و ورودی کنترلی بهینه رو محاسبه میکنیم. ورودی کنترلی ما میتونه یا صفر باشه یا یک، یعنی یه دونه سوئیچ داریم یا میتونه باز باشه یا میتونه وصل باشه. خب تابع هزینه برای این دو تا ورودی کنترلی محاسبه میشن، یعنی ما دو تا تابع هزینه داریم، یکی برای یو کای صفر و یکی هم برای یو کای یک. خب بین این دو تا یک مقایسه انجام میشه و هر کدوم از این تابع های هزینه‌ای که مقدار کمتری داشتن به عنوان تابع هزینه اپتیموم انتخاب میشه و ورودی کنترلی که باعث به وجود اومدن این تابع هزینه اپتیموم شده هم به عنوان ورودی کنترلی اپتیموم تعریف میشه. در نهایت ورودی کنترلی اپتیموم به عنوان خروجی کنترل پیش بین مدل تعریف میشه و به خروجی مطلب فانکشن هدایت میشه. پس به طور کلی برای محاسبه کنترل پیش بین مدل نیاز به متغیرهای حالت سیستم داریم که به عنوان ورودی به ساب سیستم مربوط به شبیه سازی مدل گسسته اعمال میشه و خروجی این ساب سیستم همون خروجی کنترل پیش بین مدل است.
حالا برای اینکه بین کنترل پیش بین مدل و کنترل کننده پی آی یه مقایسه بصری انجام بدیم، خروجی‌های هر دو کنترل کننده به ترتیب با استفاده از منوال سویچ به عنوان دیوتی سایکل به مدار اعمال میشن. خب این نتایجی که مشاهده میکنید مربوط به کنترل کننده پی آی هست که در جلسات قبل هم بررسی شد. حالا با تغییر سویچ خروجی‌ها رو تحت تاثیر کنترل پیش بین مدل بررسی میکنیم. یه بار دیگه شبیه سازی رو ران میکنم. همونطور که مشاهده میکنید همون خروجی 30 ولت با استفاده از کنترل پیش بین مدل ردیابی میشه. میتونیم یک مقایسه رو هم بین خروجی مدار واقعی و مدل گسسته هم برای کنترل پیش بین مدل انجام بدیم. به این منظور نیاز هست که داخل مطلب فانکشن ورودی سیستم رو از PI به MPC تغییر بدیم. برای این کار من این خط کد رو به انتها تغییر مکان میدم و ورودی سیستم رو از دیکا به یوی MPC تغییر میدم. یک بار دیگه شبیه سازی رو ران میکنیم و حالا خروجی های سیستم گسسته رو فعال میکنیم. باز هم میبینید که خروجی ها منطبق بر همدیگه شد. توی صفحه اول شبیه سازی برای اینکه از این شلوغی در بیاد من قسمت اسکوپ رو هم داخل یک ساب سیستم میذارم و اسمش رو میذارم اوتپوت. شبیه سازی ما شامل 3 بخش اصلی هست: مدار قدرت، مدار کنترل و خروجی. برای اینکه یه مقایسه بین دو تا کنترل کننده داشته باشیم به همین منظور دو تا بلوک کنترلی رو داریم که با استفاده از منوال سویچ بین این دو تا میتونیم تغییر وضعیت داشته باشیم. به عنوان نکات پایانی، مدل میانگین مورد استفاده برای شبیه سازی سیستم مربوط به مد جریان پیوسته مبدل باک یا همون CCM بود. برای اینکه کارمون رو ساده تر کنیم ولتاژ ورودی رو به عنوان یک ضریب یا ثابت در نظر گرفتیم و این کار باعث شد که سیستممون خطی بشه، چرا که توی بعضی از مدل سازی ها ولتاژ ورودی رو به عنوان یک ورودی در نظر میگیرن، اما ما برای اینکه کارمون ساده تر بشه ولتاژ ورودی رو ثابت در نظر گرفتیم. تابع هزینه‌ای که اینجا استفاده شد ساده ترین تابع هزینه‌ای بود که به هدف ردیابی خروجی صرفا طراحی شده بود و به منظور اهداف مختلف تابع هزینه‌های مختلفی رو میتونیم طراحی کنیم. مباحث مربوط به تأخیر محاسبات در کنترل پیش بین مدل و همچنین اثر اغتشاشات بررسی نشد، چرا که خروجی کنترل پیش بین مدل و مدل دیسکریت به شدت تحت تاثیر اغتشاشات هستند و این شبیه سازی کلا یک نمونه آزمایشی هست. عرض دیگری نیست تا جلسات بعد. بدرود.